شما احکام اسلام را نرید سراغ احکام فقط نماز و روزه، اونا رو باید بگید، اما احکام اسلام که منحصر بر این نیست. شما سوره براءت رو برای مردم چرا نمیخونید؟ شما آیات قتال رو چرا نمیخونید؟ آیات رحمت رو میخونید. اون قتال هم رحمت است، برای اینکه میخواد آدم درست کند. آدم گاهی درست نمیشد مگر اینکه مرض گاهی صحیح نمیشد الا بالکی، باید ببرن داغ کنن تا درست. جامعه باید اونایی که فاسد هستن ازش بیرون ریخته بشن. جنبه رحمت از همش. منتها آقایون بعضیا خیال میکنن که همون رحمت این است که بهش مهلت بدن تا بکشه آدمو رو. این رحمت است. از حبس بیرونشون کنید تا بریزن مردم رو بکشن. این رحمت است. شما رو قرآن عمل کنید. قرآن با اشخاصی که مسلمند و معتقدند و ایمان به خدا دارند به برادری رفتار میکنند. با اشخاصی که برخلاف این هستند اونها رو میگه بکشید، بزنید، حبس کنید. اشداء علی الکفار. شما همون طرفش گرفتید، زمینم میخورید. ما اگر بنا باشد اسلام را به یه طرفش قبول داشته باشیم، همون جنبه به اصطلاح شما رحمت، من همه جنبه هاش رحمت میدونم، اما اون که شما خیال میکنید که اون جنبهش رحمته که دوزار بیرونش میکنیم، مفسدا رو بیرون کنیم، آدمکشا رو بیرون کنیم. دست بردارید از اینطور رحمت هایی که شما توهم میکنید. اینها رحمت نیست، اینها مخالفت خداست، مخالفت با خداست.